صفات وجود الله میتونی صحبت کنی عزیز دل؟ میتونم صحبت کنم، بله. خب اگر مسلمان هستین من کمر را بسته کنین. من مسلمان هستم. برای اثبات خدای گانی که روزانه برش 5 بار سر خم میکنین. لالا جان قربانت شم. بله کوچ جان عزیز، سه که ما عقل باور داریم، نه عقل خو همه ما باور داریم که ما عقل داریم و عقل یک چیز است که ما نمیتونیم او را حس کنیم، نه همه ما به این باور داریم عقل است، همه ما از او استفاده میکنیم اما حس کردن نمیتونیم. خدای متعال یا الله نمیشه که مثال او را یا حس کنی یا در بین مردم بیا یا مثال بیا که ما یک نان چاشت بخوره یا که هر یکی بیا که ما خدا صاحب هستم. ما به مثال عقل که خداوند برای ما داده ما سر عقل باور داریم، میتونیم که نعمتهای خداوند ببینیم. اینی دلایل را ما داریم که الله را ما باور میکنیم اما نمیتونه که خداوند بین ما وجود داره. پس خدای شما وجود داره. الله بیشک وجود داره اما خدا صاحب نمیتونه به کتاب ما بگرد. یک سوال دیگه. بله. عقلی که شما نمیتونین او را حس کنین، بله. اون عقل یک منبع داره به نام 1 کیلو و چند گرم مغز فیزیکی. دقیقاً. منبع خدای شما چیه؟ خب اگر خدای پاک بیا مثال امروز هر یکی ما بیا صحبت کنه بگرده خودم ممکن است. در همون عقل ما پذیرفتمش. در همون عقل امروز بله. پیش میاد. خب عقل ما منبعی داره فیزیکی که در میان جمجمه ما هست، از مواد چربی یا کربوهیدرات ها ساخته شده، در اینجا هست به نام مغز. اون مغز را اگر ما برداریم دیگر خدای وجود، عقلی وجود نداره. حالا منبع مادی که خدای شما از اونجا سرچشمه گرفته چی است؟ خب مثال ما دینای زیاد را داریم، نه مثال هندویسم بس کنه یک بت را ساخته و یک چیز را ساخته است، مثال او را وسیله میکنه یا میگه دیگه است. متوجه بله. میشیم. بله. طرف هندویسم نداریم. فقط و فقط شما مسلمان هستین، مسئولیت شما خالق این کتاب است. هندویسم را کنار بگذارید. بله. خب بگوین که خدای این کتاب، اللهی که به زبان عربی صحبت میکنه، خالقش چی کسی است یا منبعش که به وجود آمده چی کسی است؟ در قرآن گفته براتون، در سوره نور گفته منبع خودتون روغن است. خب زیاد چیزایی است که ما نمیتونیم. ما عقل یک مثال گفتم، نه زیاد چیزایی است که مثال در دنیا وجود داره و نمیشه حس شود. یا درست بود مثال شما؟ خب خیر، عقل مثال عقل با مغز فرق داره. شما منبعش گفتین دقیق گفتین اما ما یک مثال براتون گفتم. ما براتون یک مثال گفتم که زیاد چیزا است ما نمیتونیم لمس کنیم، حس میشه. زیاد از چیزا است ما یک عقل یک مثال همه گفتم. چیزی که وجود داره ما در مورد وجود صحبت میکنیم. لالا البته دیالوگ است، امیدوار هستم بی حرمتی نشه. همه چیزی که وجود داره قابل تشریح است در طبیعت. یا ما وجودشان را قبول نداریم یا وجودشان را در حد تئوری ما قابل تشریح میدانیم، در حد فرضیه قابل تشریح میدانیم، در حد فکت علمی قابل تشریح میدانیم. خب ما خواستیم خدایتان را بررسی کنیم که در این کتاب مقدس خودش را چگونه معرفی کرده. اینجا گفتم من نوری هستم که شیطان چراغک روغن میسوزانند و به وجود میآیم. خب وقتی خدای شما از سوختاندن روغن به وجود میآید پس نیازمند روغن است برای اینکه ثابتش کنین دیگه. خب اگر خدای پاک ما میخوایم صحبت کنم در این مورد، اگر خدای پاک خود نشان هم به ما نظر به احترام که شما و به همگی دارم، به خاطر یک انسانیت هم باید یکی دیگه خود احترام کنم. اما ما میخوایم نظر خود در این مورد بگویم که اگر خدای پاک مثال خود نشان هم بده، کسی که نمیخواد او را باور کنه، ما فکر نکنم که او را باور کنه. مثل که در وقت موسی علیه السلام، مثال موسی علیه السلام شما این تمنا را نداره. انسانی که لالا جان موسی کنار بگذارین لطفاً. ببینید از شما کس ما یک مثال براتون میگم، یک مثال است. بله همین حرف ما را گوش کنید بعد مثالتون را میشنوید. درست است. عزیز دل برادر، نه کاوش نه در اینجا کسی دیگه از شما تقاضا کرده که شما خدایتان را نشان بتین برای ما. ما نیاز به نشان دادن خدای شما نداریم. دو تا دلیل موجه، دلیل منظم، دلیل عالی، حداقل دلیل عادی برای اثبات الله بیارین. من قرآن را باز کردم، الله گفته که من چی هستم؟ من نوری هستم که در اثر سوختاندن روغن به وجود می آیم. خب پس خدای شما منبع فیزیکی داره، چون روغن می سوزه به وجود می آید. حالا برای من این را بگوین، قبل از اون روغن خدای شما نیست، وجود نداشته. اون روغن را چی کسی آفریده که خدای شما بعد از اون روغن شکل گرفته؟ خب ما میخوایم نظر خود بگویم، چون در وقت موسی علیه السلام سعی که معجزه های زیاد آمد
اما دمو وقت مثال کسایی که باور نمیکردن همه میگفتن که جادوگر هستی. حالا هم اگه کدام دلیل به اثبات از او بیایه، من فکر نکنم که کسایی که مثال باور نمیکنن به دین اسلام شاید بگه که یک جادویی است. نعمتهای زیاد خداوند ما میتونیم ببینیم، در قرآن ذکر شده. ما به اساس این زمین نعمتها برای ما کافی است که ما باور کنیم که الله نه موجود من است. جادوگر نمیگم بهتون، نه من بد کنم عزیز من. اگر تو واقعا دلیل موجب، من دیگه عزیز من مردم پیروان موسی و یا مخاطبین موسی نیستم. ما در عصر تکنولوژی زندگی میکنم. بله. امروز من فرزند دلیل هستم، فرزند استدلال هستم. شما اگر برای من دلیل و استدلال بیارین، من دیگه اون پیروان گیج و گمراه یهود نیستم اون زمان که چیکار میکرده. خب من دلیل خود گفتم، اما این یک بحث که وجدان یک بحث بسیار کلان است که مثال نمیشه که مثل موارد آدم یک 3 نفر دیگه که بسیار به معلومات کم بالا میای او را برتان در 5 دقیقه اثبات کنه. من برتان دلیل گفتم، شما رد کردین دلیل مرا. دیگه این نظر من بود. دوستان بیاین امو شخص معذرت خواهی میکنم، امو شخص سیبیلای بیاین که سیبیلای خود این بالا تو میدن، بیاین خدا را ثابت کنید. یک نظر دیگه من کاوی جان، یک نظر دیگه وقت براتون داده میشه، میکروفون براتون داده میشه و شما میگین که ما در اون حد نیستیم. پس اجازه بدین کسانی بیاین که در اون حد هستن. لالا جان قربان سرت شما. خب خیر، من یک نظر دیگه هم دارم. اگه کاوی جان میخوای که من حرف بزنم، یک جمله دیگه من میگم. خب کوتاه‌تر بفرمایید. در مورد می انتحاری و استشهادی گفتین سکو مثال افغانستان، ما دقیق مطمئن هستم اشاره به افغانستان کردین. مثال کسی که دیگه که اشغال میکنه یا میای سر افغانستان حمله میکنه یا وطن تا میگیره، طبعا یک چیز از به نام جهاد آمده. هیچ کس ناحق انتحاری نمیکنه که یکی را بگیره. در اسلامی نامده که مثال بگی یک نفر ناق بکشه انتحاری کو. یک دلیل است که مادر میگه، وطن میگه مادر است. یک دلیل از بر از او. و یک چیز دیگر من میخوایم اشاره کنم، همین ملاها که زیادتر اشاره به ملاها میشه یا مثال بسیار توهین میشه به ملاها یا به اسلام. سیکو افغانستان یا مسلمانایی که مثال دین سوی استفاده میکنن، او را نمیتونی که مثال یک مثال بگی که اینا ذمه‌داری اسلام را داره. مسلمانایی است که اسلام را سوی استفاده میکنه. ملاهایی است که اسلام را سوء استفاده میکنن. این اسلام همیشه سوء استفاده شده، از زمان محمد سوء استفاده شده، تا امروز قابل سوء استفاده است. حالا ببینید، اگر شما یک غذای میپزین، کتاب آشپزی را به مردم تقدیم میکنین که از اون کتاب آشپزی ما غذاهایی را میتونیم بپزیم که ملت را مسموم میکنه، پس مشکل در کتاب است نه در شکم مردم. قرآن داره ملت را 1400 سال مسموم کرده و هر چیزی که از این کتاب بیرون میآید، هر ایدئولوژی که هر گروه سیاسی اسلامی که از این کتاب بیرون میآید، قاتل است، گردنبر است، متجاوز است، زن ستیز است. بنابراین مشکل در اینجا است، نه در انسان ها. هر عیبی که در کتاب آشپزی است، در کتاب به نام قرآن است و ربطی به انسان نداره. انسان ها در ذاتشان بسیار پاک سرشت و زیبا و قشنگ هستند عزیز من. نه نام انسان را بد نکنیم. انسان ها موجودات بسیار موجه و خوب میتونن باشن، به شرطی که ما اونها را با ادیان گمراه نسازیم. ادیان آمدن تا انسان ها را گمراه بسازن. تشکر عزیز دلپوان، من عزیز